چرا بلاکم کردی؟ نمیدونستی انتقام میگیرم ازت؟ دیدین چند نفر رو کشتم به خاطر بلاک کردنم؟ نمیدونستی اسلحه دارم؟ اشعه تو بخون. یک دو سه. تراپیستم بلاک کردم. مرتی قبل از این جلسه آخر چی بهم پیام داده باشه خوبه به نظرتون؟ پیام داده برام عکس قدی بفرست با یه سری ایموجی مستهجن. منم حالا عکس رو براش فرستادم، ولی به جای اینکه ازم تعریف کنه و به به و چه چه بگه و اینا، پیام میده که ببخشید آقای مروارید دستم خورد، اشتباهی فرستادم پیامو، خواستم برای یکی دیگه بفرستم، برای شما فرستادم. نمیفهمم واقعا. رفتم جلو آینه باشگاه با بدن دم کرده و نمیدونم بازوهای اندازه سنگ و یه کلا همه چی پرفکت واسه عکس رو میفرستم، بعد میگه که مثلا اشتباه شده. الان نبینید بدنم باشگاهی نیستا، 2-3 ماه دیگه کاملا همه اون مشخصایی که یک نفر میره باشگاه رو در من میتونید ببینید. و محال فکر کنید که برای ویدیو هام دارم میرم باشگاه، نه، برای مخاطب ویدیو هام دارم میرم. مثلا در اصل بخوام بگم برای یه نفر دارم میرم، برای سابکارم. چون چند وقته که علاوه بر کارهای فکری توی آموزشگاه دارم کارهای یدی هم انجام میدم، یعنی صندلی جابجا میکنم، تی میکشم، ظرف میشورم. کامل یه شوهر ایدئال شدم دیگه برای سابکارم. همچنان میدونید من با مخاطبینم یه پیامک‌های مشترکی همیشه دارم، یعنی میدونم با فلان آدم دائمی پیام‌ها داره رد و بدل میشه با این محتوای یکسان. محتوای یکسان پیام‌های من تراپیست هم همش اینه که بیشتر از سمت اونه دیگه، یعنی از سمت اون این برام ارسال میشه که کی می‌ریزید آقای مروارید؟ تجارت هم خرابه، سینام بریزید آقای مروارید. کجا می‌ریزید آقای مروارید؟ چرا نمی‌ریزید آقای مروارید؟ من با خودم فکر کردم، دیدم با همه پولایی که برای تراپیستم ریختم میتونستم یک قرصی، معجونی، چیزی اختراع کنم که وقتی میخورمش کودکیمو کامل فراموش کنم. اینطوری دیگه هر وقت میشینم اونجا سرفه میکنم نگه از کودکیته. من واقعا نمیدونم چقدر مگه کودکی مشکل داشته که همه بدبختی‌های زندگیم داره به کودکیم برمیگرده. واقعا هم هستا، یعنی از کودکیمه، ولی نمیدونم کاش بلاکش نمیکردم اصلا. این اتفاقا همین چیزا رو میتونست بفهمه. کاری ندارم. یه چیزی که اصلا نمیفهمم راجع به این اتفاق پیامه اینه که یعنی چی اشتباه فرستادم. برای مثلا زنش می‌خواسته بفرسته که اسمش مروارید بوده، برای دوست دخترش خواسته بفرسته که اسم دوست دخترش مروارید بوده. من میدونم، ولی مطمئنم که روانکاو و متأهل نیست و مجرده. اصلا برای همین رفتم سراغش، چون مجرده. این روانکاو متأهل نمیتونه درد بیمار مجرد رو بفهمه، چون خودش مجرد نیست و متأهله و حتما باید مجرد باشه که درد این نفر رو بفهمه که داره مجردی رو میکشه. من مثلا بشینم جلو روانکاوم از قتل و کشتن حرف بزنم، چی میفهمه؟ اون نمیفهمه، تجربهش رو نکرده دیگه، یا الان داره تجربهش نمیکنه. من تجربهش رو کردم، 5 نفر رو کشتم تا الان. 5 تا از دوستای خیلی صمیمیم که دوستای خیالیم بودن به اسمای فرهاد، مهراد، فرزاد، فرزین و یه نفر که حتی اسمش رو یادم نیست. اینو کامل من سقط کردم و برای همین دارم میگم که بشینم جلوی روانکاوم از قتل حرف بزنم نمیفهمه، همونطور که از درد مجردی نمیفهمه اگر متأهل باشه. مثلا من چی بگم در خونه‌مو باز میکنم میبینم حال پذیراییم خالیه، آشپزخونه‌م خالیه، نمیدونم کمودا خالیه، کابینت خالیه، تخت خالیه، نمیفهمه اینا رو. چطوری واقعا میتونه خونه‌اش شبیه من بشه؟ خونه یه آدم متأهل وقتی میتونه شبیه خونه یه آدم مجرد بشه که واقعا دزد بزنه خونه‌شو، غیر از این امکان نداره. دلمو دوستیت رفت، حال دلمو دید رفت، ازم فقط اسم کوچیکم و یک کلمه پرسید رفت. دلمو دوستیت رفت، حال دلمو دید رفت، ازم فقط اسم کوچیکم و یک کلمه پرسید رفت. من از تجربه عشقای موفق دوستان و عشقای ناموفق خودم میتونم یه دانشگاهی تأسیس کنم، مثل دانشگاه علمی کاربردی برای مدیریت رابطه در فضای مجازی. دانشگاهی که علمی نیست ولی به شدت کاربردیه. شما 4 سال اونجا تحصیل میکنی زیر نظر اساتید بسیار بسیار مجرب و حتما غیر مجرد، 2 درای زمونه رفقای دوره دبیرستانم، کسایی که همزمان 56 تا رابطه خیلی جدی رو سال 9 دبیرستان توی شاد و روبیکا
با هم دیگه هندل میکردن، همزمان عاشق 15 نفر میتونستن باشن، در صورتی که خودشون معشوق سردار، حالا کاری نداریم. شما میاین اینجا و توی این دانشگاه میتونید کامل همه چیز رو راجع به رابطه و هر چیزی که مربوط به شیپ میشه و ختم به شیپ میشه بفهمید، از ریلیشن شیپ اگه درست بگم، سچویشن شیپ و دوست اجتماعی. دوست اجتماعی آخرش شیپ نداره ولی اونم به شیپ ختم میشه دیگه، یعنی دوست اجتماعی که ما نداریم. شما با اسم دوست اجتماعی میری بعد کاملا آدم ضد اجتماعی میشی، یعنی همش میری با پارتنرت، مگه اینکه بخوای بیای تو اجتماع برای اینکه نشون بدی پارتنر داری، مثلا لباساتون رو با هم دیگه ست کنید یا چه میدونم توی لتر باکس همزمان به یک فیلم رای بدید. برای کسایی که نمیدونن لتر باکس چیه، لتر باکس یک مکانیه، یک بستریه برای بعضی از سینمایی ها، نه همشون، من دوستام خودم اینطوری نیستن، بعضی از سینمایی ها میان لتر باکس برای و مثل نشان میتیکوما میمونه، یعنی تو درش میاری میگی که نگاه کن به این فیلم 3 ستاره دادم، نگاه کن این فیلم رو تازه مثلا ریواچ کردم، وای حسین آقا به این فیلمه. و بعضی از کاپلا برای اینکه نشون بدن کاپلان همزمان تو لتر باکس به این فیلم رای میدن، مثلا 3 ستاره میدن که بگم ما مثلا با هم دیگه این فیلمو دیدیم. و یه فکتی که هست من حس میکنم واقعا یکیشون داره دروغ میگه که مثلا فیلم 3 ستاره است، یعنی قطعا میخواد به خاطر پارتنرش یا برای اینکه شبیه اون باشه مثلا یه نظر دیگه راجع به فیلم نمیده. و اون کسی که دروغ میگه 100% پسر است. چرا میگم پسر است؟ چون که جدیداً مد شده دیگه، یعنی مرد ستیزی و پسر ستیزی و اینا توی اجرای کمدی و استندآپ کمدینا اساتید بنده خیلی زیاد مد شده و من حقیقتا آدم مرسباری نیستم، ولی اگه مجبور باشم میگم حقایقو دیگه. حقیقت چیه راجع به همین بلاک کردن؟ کی اگه بلاک کنه حقشه، ببخشید، کی اگه بلاک بشه حقشه که بلاک بشه؟ پسر. اگه بلاک کنه قطعا از روی خودخواهی و قد بودنش بلاک کرده؟ پسر. اصلا بلاک چطوری بگم، ذاتش ذات مذکره، یعنی بلاک کلمش مذکره، شما مؤنثش میشه بلاکه یا همون بلوکه. پسر باید بلاک بشه، مرد باید بلاک بشه. مرد اصلا نباید حرف بزنه. چه معنی داره مرد حرف بزنه؟ حرفی نداره بزنه اصلا با کسی. دهن نباید داشته باشه اصلا. اکسیژن میاد میره از این بینی میره تو، از اون بینی میاد بیرون، زندگیشو میکنه دیگه. مرد حرف داره مگه بزنه؟ من خودم چه حرف مهمی دارم بزنم؟ 2 تا ویدیو قبلی شروفر گفتم، الان باز دارم همه رو تکرار میکنم دیگه. فرقش اینه پشتم یه عکسی گذاشتم، لباس آبی پوشیدم، استقلالیم. مرد نباید حرفی بزنه. و با اینکه من خودم اگه مثلا به جای حسین حسنا یا مثلا هدا بودم یا چه میدونم حنا بودم، حرفام اون موقع تازه شنیدنی میشد، اون موقع حرفی داشتم که بزنم، شوخیام خوشمزه میشد، خوشگل میشد، بانمک میشد. حالا الان نگید وای داره مثلا از امیرحسین قیاسی کپی میکنه و مرد ستیزی میکنه و اینا. نه، من اگه بخوام از کسی کپی کنم قطعا از امیرحسین قیاسی کپی نمیکنم، از کسی کپی میکنم که یکم کم خرج‌تر باشه. عرضم به خدمتتون رفیقش مثلا ابوطالب حسینی نباشه، چون اتفاقات ترسناکی میفته. هر هفته مجبور نباشه بره آرایشگاه موهاشو خوشگل کنه. خوش تیپ نباشه برخلاف قیاسی که خوش تیپه. و اصلا اونطور سفید نباشه، یعنی گرایش به طنز سیاه داشته باشه. نور بده، نور بده. I was 5 and she was 6. We rode on horses made of 6. من اگه امکانش رو داشتم و میتونستم روانکاوم رو از کل زندگیم حذف میکردم. راستش این نگفتم بهتون، روانکاوم چیزه، رفیق بابامه و تا 5-6 سال پیش من این عمو میگفتم بهش، انقدر رابطه‌ام عجیب بود. و الان دارم راجع به همه چیز باهاش صحبت میکنم، حتی صحبت میکردم دیگه. کاش نمیدونم، کاش بلاگش نمیکردم. حالا کاری نداریم. نه بهتر که بلاکش کردم. 5 سال دیگه چه میدونم متأهل میشد، گفتم دیگه درد روانکاو متأهل چیه. من مثلا پیش روانکاو متأهل بشینم بگم عاشق شدم، چی میخواد بگه؟ یه دردت گرسنگی نکشیدی که عاشق یادت بره پسرم، در صورتی که اصلا درست نیست. من یکی از دوستای خیالیم که همون کشتمش گفتم بهتون، فرهاد عاشق شد تا گرسنگی یادش بره. آخرین بار که عاشق دختر شده بود خیلی وضعیت مالی عجیب غریبی داشت و مجبور بود که دلار بخره و دلارا رو چنج کنه قبل از
کافه رفتنش تا بتونه پول دیتا رو حساب کنه. از جای بعد دلار اومد پایین و دید که دلار خریدنم جواب نمیده و تصمیم گرفت طور دیگه ای کلا با کافه دار حساب کنه، یعنی ظرفای اونجا رو بشوره. دستاش مثلا اگزما گرفته بود بعد از آخرین دیتی که گذاشته بود دیگه. اینطوری بود که دیتشو میذاشت، دختر راهی میکرد، برمیگشت کافه، میرفت آشپزخونه، آقا نوکرتون اومد، شروع میکرد به لیوان شستن. هر چقدر لیوانای بیشتری میشست بیشتر میتونست به اون دختر دیت بذاره و قهوه های شیکتری هم میتونست سفارش بده. یه جایی رسید و دید که میتونه از این کار پولم در بیاره، چون فراد تا اون موقع هر پولی که در آورده بود از کار نکردن بود به جای کار کردن. مسئول یه جایی بود، صبح پا میشد 4 تا نامه امضا میکرد، چند تا حرف میزد، اسب میرفت با دوستای اسمانیش دوچرخه سواری و از اون کاری که اومد بیرون بعد فهمید که حالا میتونه به خاطر کار کردن پول بگیره و چه کاری بهتر از مثلا شستشوی لیوان ها و خلاصه کار کردن تو کافه. و اینطوری شد که شیفتای بیشتری کار کرد، همونقدر دختره رو دید ولی این بار پول هم گرفت که آخرش حالا رابطش به کات کردن ختم شد، چون خیلی وابسته شده بود به کاره و دید که واقعا این کار کردن رو بیشتر از اون رابطه دوست داره. یکم عجیب غریبه میدونم قصهش، حالا کاری ندارم، رد میشم ازش بعداً دوباره توضیح میدم. و چیزی که می‌خواستم بگم اینه که اگرم کات نمی‌کرد، خودش کات نمی‌کرد، دختره قطعاً باش کات می‌کرد، چون میدونید همیشه دخترایی که فراد عاشقشون میشه یه لول از خودش بالاترن. مثلا دختره اگه چه میدونم دنی کارواخال باشه، فراد همیشه رامین رضاییانه. دختر دنیل دی لوئیس باشه، فراد همیشه رضا گلزاره. دختر رابین ویلیامز باشه، فراد همیشه حسین مرواییده. دختر حسین مروایید باشه، فراد همیشه حسن ریوندیه و این دائم در حال تکرار شدنه و نمیتونه فراد کاریش کنه. به لاک آبی دستانت قسم، به لاک آبی دستانت قسم، به لاک آبی دستانت قسم، تمام ناخونگیرهای اطرافت را خواهم کشت. کی فهمیدم هر بلاک کردنی یا آن بلاک کردنی هم داره؟ دقیقاً وقتی که نیاز شدید پیدا کردم به آن بلاک کردن چند تا از چنلایی که بلاک کرده بودم، چنل تخصصی بود، علمی بود، سینمایی بود و غیره. و با خودم گفتم شاید واقعا 1% بلاک همیشگی نیست، یعنی تو میتونی آن بلاکی هم تجربه کنی، چون میدونی تو چه میدونم مردم باشی همیشه عیسایی وجود داره دیگه. همین شد که رفتم پیش دوستم ابراهیم توی دبیرستان و ابراهیم همه چیزو در جهان میدونست. وقتی میگم همه چیزو واقعا همه چیزو، گفتم چطوری آن بلاک کنم، برام آن بلاک کرد و کاراشو انجام داد و واقعا به این رسیدم که چطوری میشه تو دانشمند کلاست باشی و انقدر راجع به همه چیز اطلاع داشته باشی. یعنی طوری بود که من مثلا یه بار زنگ ورزش چیز شد، شلوارم جر خورده بود، پاره شده بود و خجالت میکشیدم تو مدرسه باهاش بگردم، هم مدرسه خودمون هم تو کوچه که از کنار مدرسه‌های دخترانه رد میشدیم، چون هر روز دخترام مسخره‌ام می‌کردن، سر به زیر بودن هم خجالتی بودن. گفتم این دفعه دیگه با شلوار پاره برم واقعا مسخره‌ام می‌کنن. همین شد رفتم پیش ابراهیم و گفتم که داداش شلوارم پاره شده چیکار کنم، راهکار بگو. و ابراهیم مثل همیشه گفت که ببین این داداش من همه چیو میدونم. خب اینجا یه سوراخ شده، این سوراخه رو تو باید یه نخ برداری، یه نخ برداری با سوزن ترگرد اونو میزنی به سوراخه، نخ رو میاری بالا، بعد بیاری خودم بعد درست می‌کنم. این سوزن ترگرد رو این از کجا باید بیاری؟ این اتاق اساتید پشت میز چوبی عسلیه، اون که از مولوان چیز گرفتن، داودینا گرفتن، میری پشت اونجا 4-5 تا کشو هست، کشو بالایی رو باز می‌کنی، کشو استاد هاشمیه، 4 تا پارچه مارچه اونجا هست، پارچه‌ها رو کنار می‌زنی، 4 تا دفتر هست، دفترها رو کنار می‌زنی، خودکار و مداد اینا رو کنار میزنی، قاب عکس بچه‌هاشو کنار میزنی، مدارکشو کنار میزنی، گوشه سمت چپ نه گوشه سمت راست رو نگاه می‌کنی، سان ترگرد است، گوشه سمت چپ رو نبینی حسین، ببین به فنا میری، اون حریم شخصیه، حریم خصوصی آدما نباید وارد شی. گفتم اوکی. رفتم اتاق استاد هاشمی، اتاق اساتید و کشوی استاد هاشمی رو باز کردم و پارچه‌ها رو کنار زدم، قاب عکس رو کنار زدم، خودکارا رو حالا همه رو کنار زدم و اشتباهی گوشه چپ رو دیدم. ببین من روز اولی که رفتم تراپی، تراپیستم گفت چرا اومدی اینجا؟ گفتم به خاطر چپ استاد هاشمی اومدم. با اینکه تا اون موقع من
هزاران هزار تروما رو تجربه کرده بودم. یعنی تو مهد کودک تروما رو تجربه کرده بودم، سوار ماشین اشتباهی شده بودم، نمیدونم زیل لنگی بهم زده بودن، تو استخر کلمو فرو کرده بودن. ولی اون لحظه فقط چپ استاد هاشمی اومد تو ذهنم و یه طوری شده بود که بعد از دیدن اون گوشه سمت شبکه شش من تو چشاش نمیتونستم نگاه کنم. یعنی هاشمی رو میدیدم سرم مینداختم پایین و میرفتم، میترسیدم تنبیهم کنه دیگه. به خاطر همین اصلا نمرات ریاضیم خوب شد. من ریاضیم همیشه 12-13 بود جمع کل نمرات سالم. الان به خاطر ترس از اون تنبیه دیگه هر امتحان رو 19 میگرفتم، 20 میگرفتم و هنوزم که هنوزه حساسیت دارم به اسم آقای هاشمی. یعنی به اون نیمه هم جدیدن چیز که ترند شده بود حساسیت پیدا کرده بودم دیگه. این هر وقت زنگ زد گفت آقای هاشمی، من می‌خواستم میگم داریم هاشمی، به خدا داریم اینجا، جون ناموست قطع کن فقط. به ناصر هاشمی، افشین هاشمی، هدایت هاشمی، به همشون یه آلرژی همین الان مثل 20 سال پیش به میتونه دست بده. حتی هاشمی رفسنجانی هم من اسمشو میشنیدم هم چیز پیدا میکردم، اون آلرژی رو پیدا میکردم و خیلی ها فکر میکردن که این یه واکنش سیاسیه و یه واکنش اجتماعیه. گفتم وای حسین، نه واقعا به خاطر همون گوشه سمت چپی بود که من توی اون کشو دیدم و به جرئت میتونم بگم هنوزم که هنوزه ترومای شدیدتر از اون ندارم. یعنی چشام با اسید میشستم، نمیدونم ذهنم پاک میکردم، نمیرفت. اون تصویری که دیدم، اون چیزی که اونجا دیدم هنوز از ذهنم متاسفانه پاک نشده و نخواهد شد. کاش واقعا روانکاوم بلاک نمیکردم. نه نمیدونم، حالا ولش کن، کاری نداریم دیگه. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. امیدوارم که عمرتون جاودانه، زندگیتون بی‌غم، جیبتون پرپول باشه و سایر آرزوهای محال. مخلصم. الو، سلام جان دکتر، خوبین؟ سلامت باشین. یه وقت مجدد میتونم بگیرم من؟